شهرداری دوشنبه روز 12 نوامبر با نشر یک اطلاعیه در سامانه رسمیش اوید پنگ گردیدن خبرها در موضوع برطرف نمودن خانموزه سردفتر ادبیات معاصر تاجیک صدرالدین عینی رسما تصدیق کرد که در حقیقت پیرامون این مسئله به اکادمی مراجعت کرده بود. با نظر داشت خدمت‌های شایان و برجسته ادیب عالم اولین پرزیدنت اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان قهرمان تاجیکستان صدرالدین عینی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه به اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان پیشنهاد برای بجای مناسب کوچانیدن بنیاد خانه‌موزه نو زمانوی جوابگو به طلبات معاصر ارائه نموده بود. گفته می شود در اطلاعیه شهرداری همچنین تاکید کرده است که مسئله مذکور هنوز حل نهایی خود را نیافته است و آن در مرحله آموزش قرار دارد. شهرداری همزمان ذکر کرده است که در جای آثارخانه موجوده بنیاد یگان نمود بنا و انشاءات پیش بینی نگردیده است و خبرها اوید گویا در مکان خانه موزه راه‌اندازی گردیدن ساختمان مهمانخانه یا بنای تعیینات دیگر اساس واقعی ندارد. اما شهرداری در شرح خود نگفته است که اگر خدمت‌های صدرالدین عینی شایان و برجسته باشند و مسئله بنیاد یگان انشاءات دیگر در جای آن در دست بررسی نباشد، پس چرا آثارخانه او را خیزانیده به جای دیگر کوچانیده‌اند؟ یادآور می‌شویم روز 11 نوامبر آسیا پلیوس با تکیه به یک منبع نزدیک به آثارخانه صدرالدین عینی خبر داد که حالا در پایتخت تاجیکستان مسئله چپه کردن این آثارخانه سردفتر ادبیات شوروی تاجیک بررسی شده ایستاده است. بنا به سندی که نسخه آن به دست رادیوی آزادی رسید، معاون اول شهرداری امیرخان قربانزاده 13 سپتامبر از رئیس اکادمی ملی علم‌ها خواسته است جهت کوچانیدن و جایگیر کردن آثارخانه مساعدت نماید. در نامه گفته شده است که آثارخانه صدرالدین عینی در کوچه سید ناصر پایتخت در مساحت 0.20 هکتار جایگیر شده است. در پاسخ فرهاد رحیمی رئیس اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان نوشته است اکادمی موافق مقصد می‌داند که اول آثارخانه نو صدرالدین عینی به طور زمانوی ساخته شده، سپس نگاره‌های آثارخانه موجوده به آنجا کوچانیده شود. شمس‌الدین محمدیف معاون رهبر پژوهشگاه زبان، ادبیات، شرقشناسی و میراث خطی به نام رودکی با تصدیق این خبر گفت در حقیقت به اکادمی از نام معاون اول شهرداری دوشنبه امیرخان قربانزاده چنین نامه آمده بود. در نامه شهرداری برای تخریب آثارخانه که میخواستند در جایش مهمانخانه بسازند اجازت میخواست، ولی اکادمی ملی علم‌ها در نامه جوابیش گفت که این آثارخانه اهمیت ویژه دارد. همچنین در نامه گفته میشد که اگر شهرداری برای کوچاندن آثارخانه جای مناسبی پیشنهاد کند، اعضای اکادمی آماده‌اند این مسئله را از نو بررسی کنند. با گفته او این مسئله در شورای علمی پژوهشگاه هم بررسی شد. علمان مخالف تخریب یا کوچانیدن آثارخانه برآمدند به این دلیل که این یگانه خاطره از عینی است، گفت شمس‌الدین محمدیف.